از شهر آرا تا لس آنجلس، از به من نگو دوست دارم تا معجزه خاموش. این صدای داریوش است، صدای نسلی که با ترانه‌هایش گریست، فریاد زد و امیدوار ماند. متولد 15 بهمن 1329 کودکیش را در میانه و کردستان گذراند. در 9 سالگی برای اولین بار روی صحنه رفت و در 19 سالگی با ترانه‌ای ماندگار به شهرت رسید. پیش از انقلاب محبوب ترین خواننده ایران بود. صدایش با ترانه‌های ایرج جنتی، شهریار قنبری، شاملو و آهنگ‌های بابک بیات، واروژان و اندی به فریاد یک نسل بدل شد. اما این صدا تاوان داد. زندان، انفرادی، ممنوعیت و تبعید. داریوش قربانی اسیدپاشی شد، اما صدایش خاموش نشد. پس از انقلاب دیگر به ایران باز نگشت، اما در غربت صدایش بلندتر شد. از بوی گندم تا گل بارون زده، از بنبست تا ای ایران، ترانه‌هایش آینه درد و امید یک ملت شدند. او سالها با اعتیاد جنگید و در سال 2000 پیروز شد. بنیاد آینه را برای نجات دیگران ساخت. داریوش صدای اعتراض بود، صدای رهایی و صدای زندگی.